ورزشی هستش. با چرخش پامون شروع میکنیم. 1 2 3 4 بالا تن صاف، 5 6 7 8 9 10 بالا تن صاف، 4 تای دیگه، 3 2 و آخریش. پا رو از بیرون بیار داخل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 و آخریش. زانو رو بیار بالا توی شکم، بالا تن عقب نمیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 تای دیگه، 3 2 و آخریش. پنجه پا رو از پشت بگیر. 1 زانو از محور لگن خارج میشه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 و آخریش 4. بیا توی سمو اسکوات شیک میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 20 5 6 7 8 9 30 و تمام. زانو بالا، بالا تنه به سمت زانو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. پروانه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 10 9 8. زانو به داخل چرخه. 5 4 3 2 1. بیا از بغل آرنج تو به زانو نزدیک کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بریم 10 تای دیگه. 9 8 7 6 5 4 3 2 تای دیگه. آخریش تناب میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 5 6 7 8 9 30. ریز با 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 و تمام. بیا سر مت خوشگلم. یه پا بیرون. دم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا توی داون داگ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پا عوض. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10. بیا توی داون داگ بمون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زانو خم. بیا عقب، پشتگرد بالا. پاتو باز کن خوشگلم. بیا پایین بمون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. وسط بمون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. سمت دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8. سر و گردن توی یک راستا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بیا وسط. زیگزاگی پاتو جمع کن. زانو خم، پشتگرد بیا بالا. زبدری بذار پاتو. بمون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. عوض. سمت دیگه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. و تمام. بیا بالا. دستتو بگیر به کمر عزیزم. دایره بزن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. برعکس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. و آخریش تمام. شست دست داخل. 4 تا انگشت دور شست دستمون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برعکس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عوض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برعکس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. و تمام. با سرشونت دایره بزن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برعکس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دستتو قلاب کن. سر به اون سمت. سرشونتو قفل نکن بالا. بیار پایین. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. وسط. جهتتو عوض کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. و تمام. بیا توی سومو اسکوات. شست دست داخل. 4 تا انگشت بیرون. سرشونه ها عقب و پایین. چرخش توی بالا تنه داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سمت دیگه. 1 2 3 4 8 9 10. و تمام. طراحی تمرین امروز رو یه کوچولو روی سمت کاردیو برای یه کوچولو بیشتر کردن ضربان قلب به جهت خالی شدن فشار و اضطرابی که بدن متحمل شده انجام دادم و خیلی طبیعیه. اگه احساس کنید بدنتون کم آورده یا توان کامل اجرا کردن حرکت‌های پرشی رو ندارید، اونجا میتونید حرکت‌ها رو یکی در میون با پرش بی پرش بکنید. حرکت اول اسپید اسکیتر هستش که این ورژن پیشرفتشه. ورژن مبتدیش بدون پرش با این صورت. بریم 14 تکرار. 5 4 3 ببخشید یه لحظه. 2 شروع شد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 و تمام. بریم سراغ حرکت ثابت که 6 تا جاگ
به این صورت 1 2 3 4 5 6 میریم توی اسکوات. اسکوات، جامپ، جامپ. نمیتونستی انجامش بدی ایرادی نداره. 6 اسکوات، اسکوات. بریم 5 4 5 تکرار. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 3 1 2 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 5 6 1 5 و تمام. خب میخوایم بیایم توی تیبل تاپ. با قدم زدنمون بریم توی پلنک، برگردیم توی تیبل تاپ. مچ دست و سرشونه توی یک راستاست. فقط دست. 1. اگه سختت بود نتونستی زانو رو زمین. 1 1. آماده؟ 10 تکرار. 5 4 3 2 شروع شد. 1 شکم باسن منقبض. 2 3 4 5 بازدم. 6 بازدم. 7 بازدم. 8 بازدم. 9 بازدم. آخریش 10 بازدم و تمام. میخوایم بریم سراغ حرکت ثابت. 6 تا جاگ، 2 تا اسکوات. 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 4 آخریش 5 و تمام. خب یه لحظه من آب بیارم. خب حرکت بعدی اسکوات تو تاچ. 1 بار راست، 1 بار چپ. سختت بود آرنج به زانو. 12 تا. آماده؟ 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 آخریش و تمام. حرکت ثابت. 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 5 و تمام. حرکت چهارم والسیت. هر چقدر بیشتر بشینید همونقدر درگیری بیشتره.
هر چقدر کمتر بشینید فشار کمتر. مچ پا و زانو توی یک راستا، گودی کمر پر. شروع شد. دم و بازدم. عالیه. 30 ثانیه. با زانوت به دستت فشار وارد نکن. سرشونه ها رها. پاشنتو به زمین فشار بده. دم از بینی. بازدم از دهن. عالیه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 بیا بالا. حرکت ثابت. 10 9 8 قوز نکن قشنگم. 7 6 5 4 2 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 4 2 3 4 5 و تمام. خب اما حرکت پنجم، ساید کرانچ در واقع برای درگیر کردن آبلیگ. اگر که پیشرفته اید به این صورت، اگر سختتونه مبتدی ترید تک تک. آرنجتون اهرم حرکته. وقتی آرنج بازه پا بالا، وقتی خمه پا پایین. 12 تکرار هر سمت. 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. جهت عوض. درگیر شدن فیله کمرتون هم طبیعیه. اگه خیلی اذیت شدید تک پا برید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 و تمام. آروم بیاید بالا. ست آخر حرکت ثابت. آماده؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 2 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6 4 2 3 6 5 و تمام. فینیشرها 2 تا فینیشره، 2 ست میریم. یعنی حرکت اول فینیشر دان، دوم فینیشر دان، دوباره حرکت اول حرکت دوم. حرکت اول داون داگ تو آپ داگ فیسینگ داگه. داون داگ خم میشه آرنج، آپ داگ خم میشه آرنج، داون داگ. نتونستی به دلیل ضعف عضلاتت یا ضعف جسمانی ایرادی نداره، داون داگ میری پلنک، دوباره داون داگ پلنک، فقط شکم منقبض. آماده؟ 6 تکرار. 5 4 3 2 شروع شد.
دم، 1، دم، 2، دم، 3، دم، 4، دم، 5، آخریش 6 و تمام. حرکت دوم فینیشر، شولدر تپ، پلنک، مچ دست و سرشونه در یک راستا، با تن منقبض، تکون نمیخوره، سرشونه راست، سرشونه چپ، سختت بود، زانو رو زمین. 14 تا آماده، 5، 4، 3، 2، شروع شد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. بیا 1، 2، 3، 4. ست دوم. 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2. شروع شد. داون داگ. دم، 1، داون داگ، 2، داون داگ، 3، داون داگ، 4، داون داگ، 5، آخریش 6 و تمام. تموم شد. ست آخره. دمتون گرم. دممون گرم. پلنک شولدر تپ. بریم. 5، 4، 3، برو. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 1، 2، 3. تمام. دو دقیقه با پلنک هولد. من سر هر 30 ثانیه‌اش اعلام میکنم هر چقدر تونستید. نمیتونید همینجا قطعش کن. چند تا کششی ساده برو و تمام. بریم. 3، 2، بیا قشنگ. سی ثانیه. یک دقیقه. یک دقیقه و 30 ثانیه. تمام.
میگیرم دیگه از پوشاب بریم. حیفه عضلاتتون گرمه. یه 10 تا هم پوشاب بریم. 1 2 3 شکم منقبض. 4 5 6 7 8 9 تمام. دمتون گرم. دستتو بکش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عوض. دستتو بذار. بکش. بیا وسط. دستتو بذار رو زانوت، بالترت به چرخه. سمت دیگه. قلاب کن. دستتو بیا بالا. دمتون گرم. مراقب خودتون خیلی باشید. انشالله فردا میبینمتون.